قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان ارجمند و گرامی، سلام من الله علیکم و رحمته و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های با دعوتگران در خدمت شما سروران و گرامیان هستم و در این برنامه همچنان جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری مهمان ما هستند. البته در دومین قسمت این برنامه و صحبت را همراه با ایشان پی میگیریم و در آغاز خدمت ایشان عرض سلام و ادب دارم و حضور ایشان را در استودیو خیر مقدم میگم. جناب مولانا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین جناب مولانا صاحب. بازم خوشحال هستیم که در دومین قسمت برنامه با دعوتگران که البته دومین قسمت با شما هست خدمت شما هستیم و شما در استودیو با ما حضور دارین. جناب مولانا صاحب، ما اگر به یاد داشته باشین شما و همچنین بینندگان عزیز و گرامی در قسمت گذشته بحث ما پایان یافت در رابطه با آغاز خطابتتان که چه وقت خطبه را آغاز کردین و انگیزه خطبه چی بود و چند ساله بود این آغاز شد. میخواهیم بعد از آن گفتین در اولین خطبه گفتین فکر کنم که یکی از اساتیدتان خطبه را برایتان نوشتن. بعد از او انشاءالله که اعتماد خودتان روی خودتان بود و باز هم از ورق میخواندین خطبه را یا ای که آغاز کردین بدون ورق صحبت میکردین؟ از اینجا اگر آغاز کنیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. تشکر جناب استاد بزرگوار. در قسمت ورق و اینها گفتیم عموما در حوزه غرب در ولایت هرات خطبه ها از بر خوانده میشه. از بر یعنی از روی ورق نیست. بسیار کم مسجد و خطیبی هست که از رو بخوانه. یعنی امی عرف و عادت همون منطقه و اینها شده. در کل افغانستانی رواج در بعضی ولایات حتی بلاد اسلامی الا در برخی از جاهایی که مشاهده میشه، اما در مرکز افغانستان میبینیم بسیاری مساجد از خطبه از رو خوانده میشه در این راستا. و الحمدلله که همون خطبه را من حفظ کرده بودم و از حفظ از روی ورق نخواندم در بدایت و در ابتدا. و الحمدلله آغاز خطابت شد و تا به امروز که خطابت و اینها ادامه داره. خب جناب مولانا صاحب، سوالی که از شما چون به حمد و منت پروردگار خطبه های پرشور و جذاب و مؤثر دارین و تا جایی که من اطلاع دارم مسجدتان در آغاز خطابتتان فکر کنم حضور نمازگزارا از 200-300 بیش نبود. بعدها این حضور خیلی ها پررنگ شد و مسجدتان هم توسعه یافت و مسجدتان حتی فکر کنم گنجایش چندین هزار نمازگزار را داشت. میخوایم بدانیم که سر ای رمزی ای که با رفتن مولانا صاحب مجیب الرحمن روی منبر تعداد نمازگزارا از 300 یا 200 یا بیشتر یا کمتر به چند هزار نمازگزار رسید و این نمازگزارا از مناطق مختلف هرات در مسجد شما حضور می یافتن. سری چی بود؟ یعنی شما آمادگی می گرفتین برای خطبه؟ میخوایم داری به ارتباط بدانیم. جناب استاد بزرگوار، اولا در این راستا سر و اسراری که بیان بکنیم
همه برمیگرده به فضل الله سبحانه و تعالی، به لطف الله سبحانه و تعالی، ذلك فضل من الله سبحانه و تعالی یؤتیه من یشاء. و ثانیا جد بزرگوار من یک شخصیتی که جناب استاد بزرگوار یعنی در حدود یعنی به اندازه عمر ما، یعنی از روزی که من یاد میدم جد بزرگوار ما فقط در خانه نشسته هستن و هیچ وظیفه ندارن جز تلاوت قرآن و نماز و دعا برای مسلمان ها. در این راستا بدون شک، یعنی شک ندارم، جد بزرگوار ما یک دعای خالصانه و مخلصانه کرده بودن و همیشه دعا میکنن و دعای ایشان و بعدا دعای دیگه پدر و مادر و اقربا و خویشاوندان و دوستان و اینها. ثالثاً که اگر بیاییم به اینکه چی سر بود و اینها، ما وقتی که به مسئولیت خطابت قرار گرفتم ما خود را به عنوان خطیب نمی شناختم، به عنوان یک مسئول. ما به عنوان یک کسی که کسانی که پایین منبر من می آیند می نشینند اینها را احساس می کردم که اینها تشنگانی هستند و ما ساقی هستم و به دست ما آب هست و ما ای آب چگونه برای اینها بتانم برسانم و اینها را از این عطش و تشنگی نجات بدم. جناب استاد بزرگوار، ما وقتی که در منبر رو به طرف منبر می رفتم کاملا احساسی داشتم که احساس مسئولیت میکردم، مسئولیتتون خیلی سنگین احساس که از آن جمله ما نمونه ای از نمونه ها رو برای شما اشاره میکنم. روزی از روزها، جمعه ای از جمعه ها، من رو به طرف نماز جمعه میرفتم، در مسیر راه یکی از دوستان آمد گفت که فلانی چی میشه در نماز جمعه اشاره کنی که دوستایی که به نماز میآین اینها غسل کنن، غسل جمعه سنت هست و نظافت رعایت بشه. من در کنار یک فردی از افراد استاد شدم که او غسل نکرده بود، نظافت رعایت نکرده بود، من اذیت شدم. خب شما میفهمین، بینندگان عزیز میفهمن که در روز جمعه سنت هایی که است، یکی از اونها غسل جمعه هست، نظافت هست، رعایت نظافت. باز من اتفاقا به طول همی چندین سال خطابت همون روز غسل نکرده بودم، فقط وضو ساختم چون در جای یک محفل بود. از محفل آمدیم، بعد متوجه شدم که نماز جمعه نزدیک هست، فقط یک وضو ساختم و در وضو اکتفا کردم و رفتم طرف مسجد. این موضوع رو مطرح نکردم چون میخواستم مطرح کنم. گفتم خودت غسل نکردی، به سنت عمل نکردی، چگونه میخوایی را برای دیگران بگی؟ این رو به جمعه بعد گذاشتم. جمعه بعد که اشاره کردم، امین دوست گفت که فکر میکنم که هفته قبل از فکر شما رفته بود که الان گفتیم. گفتم نه، اتفاقا به فکر ما هم بود، ولی چون خودم عامل نبودم به او، این را مطرح نکردم و بیان نکردم و کاملا کوشش میکردم که وقتی که نماز جمعه خلاص میشد، ما بعد از نماز جمعه متصل و مباشر ما به فکر نماز جمعه آینده بودم. سبحان الله. که ما امروز خلاص شدیم مسئولیت، جمعه بعدی چی باید برای مردم بگم، مردم چی نیاز داره. دقیقاً اگر جناب مولوی صاحب اجازه بدن، یکی از خطبای مشهور جهان عرب، خطبای مشهور مصر، شیخ عبدالحمید کشک که لقب قهرمان منبر در بین جهان عرب و جهان اسلام از آن خود کرده، این حکایت شما را داره که مستقیما میگفت من جمعه که خطبه جمعه را تمام میکردم، برای جمعه بعدی آمادگی میگرفتم. فقط این خواستم تذکر بدم. الله سبحانه و تعالی توفیق بده. و ما دوستایی که در داخل پروگرام و برنامه انجمن که داشتیم، ما دوستا را یعنی بیشتر میتونم در این عرصه ما تشکری از عموهای خود، از کاکاهای خود که اونها در عرصه های مختلف، در تجارت، در علم، در اقتصاد، در سیاست، در اینها هر کدام درس خواندن، هر کدام تحصیل کردن، هر کدام میتونن. اول از اینها تشکری کنم و بعد از دوستایی که دیگه در کنار ما همکار بودن و همکار هستن، من دوستا رو مسئولیت میدادم که اخبار جهان رو اینها پیگیری کنن. سبحان الله.
اخبار جهان را متوجه و بالاخره در دنیا چی اتفاقی افتاده، در کجا مسلمان ها شادن و در کجا غمگینن و ما باید در روز جمعه احساس خود را برای مردم مطرح کنم و مردم دارای احساس بشن که اگر در فلسطین یک مسلمان دارای مشکلاتی هست، شما بفهمید که مشکلات از شما هست. اگر در یک قاره اروپا، افریقا، آمریکا یک مسلمان خوشحال است، شما خوشحال باشید. تو که از مهنت دیگران بیغمی. دیگه در این راستا جناب استاد بزرگوار، این نکته دیگری از سر و اسرار نماز جمعه و نکته دیگری که تا به این لحظه هم من هیچ وقت در خطبه های خود و در صحبت های خود نخواستم که شنونده خود را به تکلیف بیندازم که او فکر بکنه که من یک لغت استفاده کرده باشم که او نیاز به فرهنگ و به قاموس و به کتابای اینها لغتنامه ها بخاطر از این که نخواستم که من برای مردم وانمود کنم که من سخنران هستم. نخواستم برای دیگران وانمود کنم که من میخوام اونها بفهمن که من این لغت و این لغت ها رو یاد گرفتم. نه خیر، در نماز جمعه فکر و اندیشی می بود او کسی که فرهنگی هست، سطح علمیش بالا هست. خب او مخاطب ما کاملا نبود. مخاطب ما کسی بود که او از لحاظ علمی چنان پایینه که ما باید آنچه که میگم او بفهمه. او که فهمید، او کسی که در سطح عالی و سطح بالا و فرهنگی به طریق اولا میفهمه و میدانه حرف مرا. پس به این واسطه که گفتیم نماز جمعه رو به شکوه و عظمت و بزرگی و مقتدیای زیاد شد، سبب اصلی و اساسی همین بود که با زبان مردم صحبت میکنم، با زبان مردم صحبت میکردم و مردم رو متوجه که از این هم جناب استاد بزرگوار یک خاطره دارم. از خاطره یک روز یکی از دوستا آمد گفت که امروز شما یک حرف گفتم چی گفتم؟ گفت من کمی به فکر وادار شدم و به فکر فرو رفتم. چه کار؟ گفت که شما گفتیم که هر کس که نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، زکات بده، اخلاق خوبی داشته باشه، الله او اجر میده. من میگه بسیار پریشان شدم که من نفهمیدم یا شما متوجه. گفتم درست هر دوی ما. بعد چون در داخل افغانستان عادت یک کسی که بخوان شکنجه کنن میگن فلانی بسیار اجر و عذاب ندی، زجر، شاید زجر، امی زجر تبدیل به اجر شده. بین عوام میگه اجر و عذاب نده فلانی. این شخص همین زجر اجر شما را زجر فکر کرده. من پیش خود احساس کردم، گفتم یا الله اگر من بخوام برای این مردم فقط بیام خود رو وانمود بکنم، خود مطرح کنم که دعوت چی شد. این پیام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما ببینیم یعنی در رأس دعات قرار دارن. اگر ما هر کدام در راه دعوت روان هستیم، در زیر چتر و سایه دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی در روایات میاره که نهی عن الاغلوطات، نهی کردن از چیزهایی که مردم رو به خلط و مخلوط بندازه. ما اگر بیاییم به خاطر دعوت چنان حرف بزنیم که طرف گیج بشه، نفهمه هدف ما، مقصود ما، بیان ما، خب ما در حقیقت او دعوت نشد. چون الله سبحانه و تعالی به صراحت میگه ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. خب یکی از راهها و روش حکمت اینه که ما به اندازه عقل مردم، به اندازه فهم مردم، خاطب الناس على قدر عقولهم. در این جناب استاد بزرگوار چون در منبر عموما فقط سطح علمی مردم و فهم مردم مد نظر گرفته میشد، جمعیت الحمدلله روز به روز بیشتر میشد و مسلمان ها میگفتن که میایم چیزی میفهمیم. و در منبر هم وقتی که می نشستم میگفتم بار الها پروردگارا، اولا این سخنر تو به رضای خیش بپذیر و قبول بکن و بعد توفیق بده که ما بتانم به شیوه بیان بکنم که طرف بفهمه و متوجه بشه. هدف از نماز جمعه و هدف از سخنرانی به خاطر اصلاح خود و به خاطر اصلاح دیگران هست، نه به خاطر نمایش و به خاطر به اصطلاح مانور دادن و اینها. تشکر جناب مهندس. سوال دیگر که من میخواستم دقیقاً از شما بکنم همانو
آمادگی برای خطبه بود که خودتان تقریبا بیان کردین و یکی از رموز موفقیتتان را که البته توفیق از الله تعالی بوده و گفتین که در نتیجه دعای جد بزرگوارتان، والدین گرامیتان و همکاری عموهایتان و دلسوزی و مهربانی اساتید بزرگواری که شما را درس داده و همچنین گفتین شما احساس مسئولیت داشتین در قبال مردم و در انتخاب موضوعاتتان دقت را رعایت میکردین و نیازهای روز مردم را در خلال خطبهتان مطرح میکردین و همچنین گفتین که یکی از اگر تعبیر دقیق باشه رموز موفقیتتان شیوه بیانتان بوده که به اندازه یا به مقدار یا به میزان اگر تعبیر درست باشه به میزان فهم مردم گپ میزدین از استفاده از کلمات قلمبه سلمبه و تعبیرات بسیار بگم که بزرگی که شاید مردم عادی از فهم آن عاجز باشه از اینا پرهیز میکردین. خب از خطبه هایتان تقریبا چند سال میگذره از تقریبا از آغاز خطبه تا کنون 16-17 سال شده باشه جناب مولانا صاحب که سن و سالتان مشخص میشه. خب جناب مولانا صاحب سن و سال من شما مشخص کردین در بدایت در سال 63 که تولد شدم دیگه نمیفهم چند سال میشه. خب جناب مولانا صاحب از این که بگذاریم حالا هم تاثیر خطبه را مانند سابق میبینین، یعنی در او وقت شاید رسانه ها کمتر بود و مردم یا ای که مردم کمتر دسترسی به رسانه ها داشتن به خصوص شبکه های اجتماعی که موضوعات روز مطرح کنه و شما هم در خطبتون تنها بحث مسائل دینی نبود، حتما نیازهای روز مردم، مسائل اجتماعی، حتی مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی مردم، دغدغه های مردم، نگرانی های مردم از فراز منبرتان بیان میکردین و شاید حتی بارها شده باشه که مسئولین دولتی افغانستان مخاطب قرار داده باشین. تأثیر خطبه را در عصر فعلی بگیم یا در عصر حاضر تقریبا در 5 سال اخیر یا کمتر از 1 دهه مثل سابق میبینین؟ یعنی امروز در عصر تشعشع رسانه ها آیا باز هم خطبه جمعه همون تاثیر را داره، همون شور و حلحله را داره، یعنی که کمتر شده؟ جناب استاد بزرگوار قبل از این که من به سوال شما پاسخ بدم به یکی دو نکته دیگه هم اشاره میکنم که چون در سر و تاثیر خطبه اشاره کردیم. بله. مسئله تأثیری که من خودم برای شنونده ها، برای مستمعین نماز جمعه بودن، مسئله این بود که من موضوع را مشخص میکردم به فضل الله سبحانه و تعالی. مثلا وقتی روز جمعه می آمدم میگفتم موضوع ما درباره صبر هست و من دیگه از موضوع صبر هیچ خارج نمیشدم، هیچ وقت در این خطبه دیگه از توکل نمیگفتم مثلا از یعنی چارچوب موضوع را مشخص میکردین و در چارچوب. و جالب در این بود که مثلا 12:30 اگر صحبت شروع میشد تا ساعت 1، اگر 10 دقیقه یک برادر خواهر دیرتر به نماز می آمد بازم موضوع رو می گرفت. اگر کسی در اخیر حتی 10 دقیقه هم صحبت می شنید موضوع رو نتیجه گیری میکردین، جمع بندی میکردین. می گفتیم که از اول صبر بود و آخر صبر. این برای یعنی مردم و برای دوستا و عزیزان بسیار تاثیر خاص داشت. یعنی مشکلی که در یک خطبه ما در ابتدا از صدقه فطر بگیم، در وسط اگر از جهاد بگیم، در آخر اگر از ازدواج بگیم و در چند موضوع گد ود بشه، خود طرف میگه من نفهمیدم چی گفت و چه کار شده در این راستا. در قسمت سوال شما که پیرامون عنوان گفتم در عصر حاضر، در عصری که ماشاءالله رسانه ها بسیار زیاد شده، آیا باز هم خطبه هم تاثیر داره؟ در قسمت خطبه بدون شک اگر تمام دنیا رسانه بگیره،
اگر تمام دنیا اید مسائل تواصلات اجتماعی که امروزه پخش و نشر و بالاخره اینها خطبه از خود جای خودت داره. مسئله خطبه جمعه قضیه که الله سبحانه و تعالی مسئله جمعه در قرآن یاد کرده و مسئله نماز جمعه در قرآن یاد شده و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بدون شک نماز جمعه تا رسانه فرقش اگر بگم زمین تا به آسمانه، به خاطر اینکه روز جمعه فکر میکنین از چند جهت. یک مسئله حضوری هست، یک مسئله حضور قلبی هست. شما ببینیم روز جمعه شخص از خانه خود بیرون میشه، غسل میکنه، مسواک میزنه، عطر میزنه و بسیار با خضوع و خشوع حرکت میکنه، میای مسجد دوزانو با وضوی کامل مینشینه و منتظره که خطیب صاحب چی میگه. و حتی در اسنای خطبه نماز جمعه اگر به برادر پهلو فیل خوان بگه سکوت کن فقط لغوت، یعنی حرف نزنه، نگاه کنه، گوش کنه. پس خیلی فرق داره کسی که با خیلی فرقه. اما رسانه ها بدون شک اینا هم تاثیرات خود رو داره. و نکته دیگر جناب استاد بزرگوار، ولو که نماز جمعه چی خطبه کم باشه و چی زیاد باشه، در عموم خانه ها و شهرها در هر جا از مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم گرفته مسجد الحرام گرفته کل مساجد بین مردم یک زمزمه هست. امروز مسجد شما خطیب صاحب چی گفت؟ تا حالا فکر میکنین این مقوله مطرح امروز مطرح هست؟ تا به امروز هم حرفی که امروز مثلا از یک تلویزیون مطرح میشه، از یک رسانه مطرح میشه، تا از یک منبر مطرح میشه، فرقش زیاده. و اما رسانه ها را ما بدون تاثیر نمیگیریم، تاثیر خود داره و طبعا اما هدف رسانده میشه. شخص در داخل خانه خود با فامیل خود با زن و بچه خود نشسته هست، از طریق تلویزیون و خطبه منبر از طریق رسانه بازم منتقل میشه و طبعا و بدون شک. اما میمونه جناب استاد بزرگوار، من میخوام این نکته اضافه کنم که منبر همه منبر هست، همه تأثیر خود داره، اما در بخش رسانه ها هر کس علاقه خاص خود داره. هر انسان مثلا احتمال داره شبکه جهانی وصال حق آنقدر که این شبکه بیننده داره، خب یک شبکه دیگری نداشته باشه. مثلا از طریق شبکه هایی که الان در فصل ماه مبارک رمضان، شبکه هایی که قبل از رمضان رقص و سما پایکوبی داشت، شاید در این رمضان بیاین علما دعوت باشه، تفسیر باشه، فقه باشه، حدیث باشه. بیننده خود شاید آنقدر نداشته باشه. شخص میگه تا دیروز از این رسانه چی پخش میشد، امروز چی پخش میشه. در این راستا اما منبر همیشه قال الله قال الرسول، همیشه خطیبی که در هر مسجد هست خیرخواه مردم هست و دوست داره که مردم فوز و فلاح و رستگاری و اینها از آن خود بگردانه. در این راستا منبر تأثیر خاص خود را داره و رسانه ها بدون شک بدون تأثیر نیست، تأثیر خود داره. و اما آنقدر که منبر تأثیر داره نه خیر. ما همیشه به یادم آمد جناب استاد بزرگوار، حتی با یکی از دوستا یک وقت این سوال را از ما کرد، گفت که رسانه ها تاثیر زیاد داره. برای ما گفت که یک وقت شما در منبر بودیم مثلا 5000 یا 10000 نفر صحبت شما رو میشنید، در رسانه آمدیم 100 میلیون شاید بیشتر یا کمتر بشنوه. باز من شوخی کردم گفتم پایین منبر همه با وضو نشسته بودن صحبت من گوش میکردن، اما در رسانه نمیفهمم که کسی وضو داره یا نداره. خب جناب مولانا صاحب، از اینکه بگذاریم باز هم محور صحبت ما و شما باز هم روی خطبه و خطابت است، چون این خطبه خیلی ها مهم است، نقش اساسی را داره در زندگی افراد جامعه. و اگر خطبه به شکلی که خدا و رسولش، الله و رسولش دستور داده دیگه عملی شوه و نیازهای اصلی جامعه در این خطبه بیان شوه. میخواستم این را هم بپرسم که آیا خطیب جمعه نیاز به باز هم به کورس داره، به کورس های خاصی داره، حضور مثلا سخنوری، تمرین،
یا ای که یک استعداد خداداد است، یک موهبت الهی است، امی که روی منبر استاد صحبت میکنه، نیاز به حضور در کورس ها، نیاز به تمرین، نیاز به آمادگی نداره. جناب استاد بزرگوار، مسئله خطبه وقتی میگیم خطبه مسئله علم هست. الله سبحانه و تعالی یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. بدون شک که خطبه یک موهبه الهی هست، لطف الله سبحانه و تعالی هست. اما این که یک شخص کاملا این یک موهبه بدانه و هیچ تلاشی نداشته باشه و هیچ زحمتی نکشه تاثیر نمیگذاره. میتونیم بگیم که هم موهبه الهی هست و هم نیاز به تمرین و نیاز به تلاش و به جهد داره. علم که در قدم اول جناب استاد بزرگوار، اگرچه از علم من یک چیز دیگر هم مقدم میدانم برای یک خطیب و برای یک کسی که خطبه میده، مسئله اخلاص هست. چون اخلاص رأس همه مسائل عبادی هست. بعد از اخلاص یک خطیب که وقتی مخلص بود لازم و ضروریه که علم داشته باشه و در کنار علم باید که آنچه که برای مردم میگه در لااقل اگر 100% نمیتونه عمل بکنه ولی تلاش در عمل داشته باشه، نشه که یک دمی لما تقولون ما لا تفعلون. جناب مهندس اگر اجازه بتین، چون بحث ما فکر کنم اگر سوال ما به شکل دیگر مطرح کنم که ما بیاییم، چون شما در عرصه خطابت تجربه طولانی دارین، من سوال میشه که طور دیگر مطرح کنم که از ویژگی های یک خطیب موفق چیست. اما معذرت میخوایم که چون وقت برنامه ما تمام شده و انشاءالله صحبت ها رو در برنامه آینده از همین نقطه انشاءالله آغاز خواهیم کرد و از زبان شما درباره ویژگی های یک خطیب موفق خواهیم پرسید. جناب مولانا صاحب، انشاءالله که امیدوار هستم که معذرت ما را پذیرفته باشین و در قسمت بعدی انشاءالله صحبت خود تکمیل خواهیم کرد. بیننده های عزیز و گرامی، تا دیدار دیگر و قسمت بعدی برنامه که باز هم جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری را با خود خواهیم داشت. همه شما گرامیان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قل للذي يسعى لإرضاء الإله اسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا تهدى.